از 26 تا 28 ایول در شهر زاگرب کشور خرواتیا مسابقه گران پری 2019 اوید با جودو برگزار می شود. در مسابقه مذکور اشتراک 635 جودوچی از جمله 376 مرد و 258 زن از 90 کشور سیاره در نظر است. تفصیلات در گزارش. کشور ما را در این مسابقه فراجهانی 6 ورزشکار خیامالدین جبارов در وزن 66 کیلو، سامان محمدبekov در وزن 73 کیلو، بهروز خوجازاده در وزن 73 کیلو، اکمل مرادov در وزن 81 کیلو، کومرونشوهی اوستوپیریون در وزن 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن 100 کیلو نمایندگی میکنند. قید کردن با مورد است که عین حال کومرونشوه اوستوپیریون در کشور آلمان با تمرین و طبابت مشغول گردیده به این مسابقه آمادگی میبیند. تیمور رحیموف نیز بیرون از کشور در شهر مسکو در مجمع ورزشی چمپیون جهان جایزه‌دار بازی‌های المپی الکساندر میخائیلین با توصیه مربیان تمرین نموده است و تلاش دارد تا در این مسابقه با نفوذ مقام افتخاری را کسب کند. ضمناً زاگرب گران پری 2019 که از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می‌رود به ورزشکاران امکان می‌دهد تا صاحب امتیازهای المپی شوند. فعلا ورزشگر شناخته مملکت Комроншоҳи Устопириён در کشور آلمان با تمرین و طبابت مشغول است. ما حالا با این پهلوانی شناخته تماسی مستقیم گرفته از آمادگی او با مسابقه های در پیش زده با خبر میشویم. سلام Komronshokh، میشنوید ما را؟ بله، سلام علیکم. Komronshokh میگفتید که مشق های آمادگی شما چگونه جریان دارند؟ ما بعد از مسابقه گران پری در دولت مجارستان برگزار کردیم با دولت آلمان آمدیم برای مشق‌های دسته جمعی آمادگی به مسابقه گران پری و کم دستم لد داشت، هم طبابت و هم تمرین‌ها رو خوب دوام داده شدیم و طول 4 روز آخر در دولت ندرلندیا بودم. در آنجا مشق‌های دسته جمعی با تمام تیم‌های اروپا در آنجا خوب مشق کردیم و آمادگی خوب دیدیم و من باید منتظر خود را با مربی خود که واحد سرلک در همین دولت آلمان زندگی میکند و با یک استاد خودش یورن بکر که متخصصی بهترین لدبرداری تمام استخوان ها است میرسانم که مرا طول چند روز با تمام محض دستی محض الکترونیکی دست مرا خیلی خوب برقرار کردن که تا که برای مسابقه که در دولت گران پری در دولت زاگرب خرواتیا برگزار میگردد با یک نیروی بلند روم. خب Komronshokh درست و همون آسیب برداشته شما در رفت تمرین ها با شما مانع یگان ایجاد نمیکند؟ روزهای اول خیلی مانع میکرد و هرچند که با طبابت گذاشتیم و هم چیزهای لازمی که برای این دست لازم بودن، مثلا تیپ و اون اسبابایی که دست رو میبندی وقتی که او رو میبندن پیش از تمرین خیلی خوب درد رو کم احساس میکنم و این مشق رو میتونم دوام دادن. خب با آمادگی دیگر بچه ها چی خیلی است؟ از آنها یکون خبر دارد؟ بچه ها طول 10 روز بازه بعد از مسابقه بوداپشت در مسکو قرار دارند با تحت راهبری مربی محمد عبدالرحمنوف، بهروز خوجازاده، تیمور رحیموف، خیامالدین جبارov اینا در مسکو تمرین را آمادگی دیده ایستادن برای مسابقه زاگرب و فکر میکنم که بهترین مشق را گذراندن و ویزا هم گرفتن به یگان مشکلی با این مسابقه روزی 26 خوب برآمده کنند. سفربری خود شما با مکان برگزاری مسابقه گراند اسلام زاگرب کی شروع می شود؟ من روزی 26 صبح با مربیم از دولت آلمان با خرواتیا سفربر میگردیم و روزی 27 وزن میکشم، 28 برآمد دارم روزی یکشنبه. تشکر زیاد Komronshokh برای پیشنهاد معلومات مفصل و تماشاگران گرامی خاطررسان میکنیم که در تماس با ما بود جودوچی نامدار تاجیکستان Komronshokhi Устопириён و برنامه را ادامه میدهیم.